بابا پول بدیم بابا که مایم برو منوزبت خود رخت ایدی بخرم که ماه رمضان خلاص شد. خود چرا از اینجا جیغ میشه سهرا نمیایی؟ از او علی تو برون گله ای خورم. بابا انی دو قد همراه هرا بیا دیگه. شما بیایم یک دقیقه بابا. ماما وقت ازم بیای میری سفید خو. الان خود چه فرق میکنه؟ خود تو چه نمیایی؟ ورزش میشه به شما. خود تو بیایا. وقت ازم بیایم بابا. بابا هرچی نگه قنده بابا قنده پیارمه بیاین که من ای ذره برم تو از بر دل زنم بیام اینجا خودم خفتن میشه بیاین دیگه مونده علاکم روزه بدهنم من دلشو بابا میوسیشه بابا وقتی میخوام بیا را بیا دیگه بابا از اینجی تا به بر برم من یک ذره بیاین من نمیام چکاره؟ عبر رخشوی داشتی؟ عبر رخشوی داشتی؟ بله آجا شما خیلی رختا شما میشیشتم بابا بگو شته هستم بابا شکو تیار هسته او امر کنه جانجوره بابا شکو زنده باشین دم خیلی با زندگیه نوزباد من گفته که برو بابا خو پول بستو که برای مخیر خوشی واسطه که رخ میخره بخو او به خود رخ میخره گفته پول ندارم من چسکو بستو که برای من به شهر بریم انا رخ بخریم بیاریم غیره که دیگه روزی خاطر روزه خلاص میشه بگو او پیر مادر نداره که دختر خود رخ بخره که خندو مینداز و نه کی پیر مادر نداره؟ نمزاد تو داره پیار که زرقی و زاق ممده مادری هم بولقیز بگو چرا پیر مادر و دختر خود رخ نمیسونم چی فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ بابا سعی کنیم در مقابل عروس و خوشی و خسور بعد خسور یک ذره به مثل شما همید یک کمکی خصیصی باشه خصیصی ما؟ نه مثلا او در مقابل شما مثلا تفاوت داشته باشه پول بدن که ما برم بزرگ اخ بخرم که سوار روز به سر سفره که بشینه به سر سفره هم که یک منون پیدا نمیشه بعد به شما دعا کنه که کاکا خسور انا چشم بدم کن میگم بابا جو پارسال با نمزاد خود رخ خریدی پارسال؟ با این سالم رخ میستونی بری بابا دیگه مثل که ما سر بانک شیشتیم بدیم بابا پول شما خیلی گپ و مفیاد داریم دیگه پول بدیم که ما برن دیگه بازارا شلق بشه گلی میشه باز من تیر شده نمیتونم بعد جا تیرشم 100 تا چرخه و رشکا میزنه با کلمامه بابا چی؟ باجه شما منو تیر شد تو با باجه میشی که داری؟ هنوی نمر دار میشتر ندار بگه خریشی دیگه نه برات پول دیگه بابا به سر ما داره که سر من میفهم به پای من شلغم نمیدیم بابا از جمعه یک کسی کسمه که بالا نکردیم اینا تو چرا که پاک بیاغلی خو میزنی بابا جو خاطر بابا جمعه دیگه مسئله نیم عروضی که من عطیفلیت که به سر سفره شما کلون شدم تو حالا ایت پولا به کسی شما ندیدم بله ها راست میگی خدا حافظ بابا دیگه چی به شما بخرم افتری اینو بزن خو میری که رخ بخری با من چی بخری ما این نسوار بستونم پاکت نسواری پاکت نسوار من بستون خوبه من کار غریبی میندازه خدا میگم این چی مایه تو بخی بیا سعی کن که به پی فایده بابا ما با شازی ازیری بابا میگم که برو با من نسوارم بستون گردهن من باشه بابا پیش باشه من بیا یک کپ پی نمیخرم اما هرچی ما اونانه میگم بابا یلده یادم این نسوار یلده بابا یک دندون مثلا شما نمونده بابا یلده ملد نسواره خوبیم بخیر سلامت شکر بگم ما نمروز بس بسا گیلک چی گفت که میتونه رسیده و تا چه خو میره رسیده میره خودی زن خود میره که تو بنوزاد تو رخ خیلی نمیرس ما نمروز 20 ساز بی دل میرسیم دیگه ای که
بیا عقله خودت میفهم بچه نفهمیده که چه کار کنی. دیگه روزات خورخ نیست عروسی تکونه که میرسی. اون روز ما برای بو گفتم و نصیحتم بکردم زنی استاد بود. گفتن گیلک نرق سک بعد هم سایه و خیش بیگونی میبینه کار خوبی هم میگه بعد دیوانه شده. دیوانه هم که کمی عقل ساده دیگه. ساده دیگه نفهمه. ما برای بو بچه میفهمی. و هر زن که خود زن یک جای بدردم میشه همین ترخصیده. یا نمیرسی یک جالب بود. همین دل 20 سال بدون میرسی. خب اون روز خیره باشه بگذاریم. اون روز ما چیش برا پلوا گیلکیم که دیگه نگو هر وقت پشت گوشا خود دیدی پلوا گیلک کرم میبینی بیشتر مثلا پشت گوشا خود پلوا کرم میبینم کوکو جو از 4.5 لگمه تول 70,000 پیشکشی دادم کوکو خوب قدم 70,000 پیشکش خلاص کن و عروسی رو بکنی یک مرغ شورا خوب کردم این مون دل جمع باشه از خود گیلک و خیلی وگرنه شما پیشکش خلاص چه کار کنه اون مرد کاره که کار کنه پس ما منتظر پلوا گیلک بودیم پلوا رو بکنیم نگاه من منتظر چکه شورای باشه دیگه بالاخره خیلی شما برای خدا پیشا بابا میدنم بند باشه علیت پیچی سیمارغ پیدا شد گوشی و خاموش ما برای در به در میکردم من پیدا شد سلام علیکم نه دومون جو خیریت بخیری بیا ایبر بیا خیریت جوری دیار هستی شکر فضل خدا خیریتیه دم با تلفن تو خاموش هر چی زنگ بزنم رخ نمیشه چی رقمه حتما دیگه برق نداشته خاموش شده البته برق نداشتیم شما نه دو شیر میشه ما برق نداریم خب خیر باشه برات از این گرد نگرد باش که اینجا بشینم عاد برای تو بگم بفرمایید خب وقت تو خیلی نمیگیرم بفهمیدی بفرمایید من مگه برو که کار دارم سیکو که دوما جو دیشب ما با خونه میتا گپ زدیم خوشی تو که خبر داری به چی خود خدا داده خب بعد از اینی گفته که برو به پیش دوماد ما خوب فیلم مرغای داره با خونه الان می بیام آدم که از این فیلم مرغا خو یکی برای می بدی که ببرم برای بکشم شوروا یخنی کنم بخوره ما بودم پس کی بده دیگه با خاطر چی بیام آدم کوکو خوشو البته کلتو نوشی شده دوماد جو کوکو خوشو بله بازارم به خیال من که شب فیلم مرغ داشته باشه اگه بریم بگردیم بخریم هستن خوب فیلم مرغا چوغ کتی خوردری هم بخسالی پیدا میشه کوکو خوشو خوب فیلم مرغا به 200,000 میدن که رنگ شما و خوشی من گل کنه دیگه دوماد خوربه گردم اگه من میرفتم با بازار میخریدم چرا میامدم به دنبال تو میگشتم تو از اینجا پیدا میکردم میامدم به پیش دیگه گپ زدم من که به سر تو حق داریم نداریم بازم خوشی تو بگفته که من دوماد خو کجیر واقعیت خیلی مایم برو پیش دوماد به کجیر برو یک مرغ بستو بیا راست بگیم کوکو خوشونیه پیر مادر من خیلی مویم من به چی نایم گردنم بند باشه من ایت باور کنیم از دو دیدی اینو چکیدم ولی تو حالی لینگ مرغ من نخوردم بفهمیدیم کوکو خسور انا ایته مادم شوقیم مرغ خوش دارم فیلم مرغ خوش دارم کره خوش دارم بلبل خوش دارم غیری خوش دارم همبر خوش دارم من دیگه این نمیشه که من با احمد و محمود بودم کوکو خسور دیگه دل آزاری حتما نشی سکو دوماد جو این طرز وارث که تو حالی به پیش رو میدی من میفهمم که شوقتونه خوش داری شوق داری بفهمیدی من بیام آدم حالی به پیش تو که یک دونه از این فیلم مرغا خوب بدی که ببرم خوشی تو نوجا رو بکشم برای پخته کنه کوکو خوشور سعی کنیم که من به شما یک گپی بگم میگه یک کرکو به 100 کار بیارده قراری کرده بیایم بریم پامی درختا نجو بید و اینا قراری کرده سیمارغ بچینیم بدین که خوشوم پخته کنه بخوره که رنج گل شیم شمالی میگیم یک فیلم مرغ بدیم من فیلم مرغ بودم من فیلم مرغ خوشوم بخوره قراری کرده اگه او خونه اینجا گرفت چی؟ گیر باشیم برای فیلم مرغ نگردیم دوماد جو تو چری تا گپا بی عقلی میزنی هرچی من با تو میگم چو جمع که تو میگی یی من به تو میگم برات فیلم مرغ آمدم که بزو بکشم پخته کنم تو میگی چه کار و فلان بونه ویله میکنی سر میاری سربند میاری خوب شد که من دیگه چیزی از تو طلب نکردم تو دوماد بودی مثل اولاد بودی حالا من پیش تو اومدم خوب کردم تو رو بر نداشتی دوماد داری ما تو پس چه کار شد دیگه خوب تو نگاه کن چی میگه خوب تو گوش کن خسور داری هم میگه نمونده دوماد داری هم نمونده یه جمعی پیشتر بیرفتم با خونه اینا دست خیلی بیدو هیچی خودی خونه بردم هم خسور من هم خشوم پینکو اینا توریست بکنم اگر قرضه طلب از ما هستم
آری با میگه به من فیلموک بیا بلیو سیمارک پیدا میشه گردن اول اگه سیمارک هم پیدا شه چین 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 شده این دل چی شاکی شده تو چرا پیشم نموندی تو گوش دلم نخوندی دیر 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 جا باشه شاملا دیر شده بریم دیگه دیگر استاد نشو بیا بله بریم دیگه استاد نشو بریم که وقت میشه بله رزبات شماره بله اینا رزبات شماره به تو چی رفته داره بله به تو چی رفته داره خب یعنی فرصت کرده گفتم بجا خوارم خودم برو با خدا نکنه گپ میخوام تو چری عراتی رو بشون نزبت ما میگه نزبت تو نه خب گپ پیری که مشکلی بیه شدنی خوب سلامته جانجوره میفهمی کجا بودی؟ نه کجا بودی؟ حاضر ریفه پیلا بابا خستون و سرشو نه حالا بله یاده من نزبت خیلی نیستم که چیک چیکی داره چیک چیکی لخ خریدی ای؟ ها شیر مادر تو بابا شجاع تو تیر بگیر به دست خود چند تا استدی؟ دید تا دیرم دید تا دیرم چیک چیکی های کو کی؟ چیک چیکی بروی چیک چیکی دیسته آره سابا کو بسکه چپه رویو مدام بلغیس همین شاغلان بله همین پیش تو باشه سب کن بابا چیک چیکی هم افتاده تو مثل کل خود تا انداختی مثل مرغی وریای میری شاغلان همینجا مینا به پیش تو باشه ما بالا تا آرام مثل کنم همینجا چیک چیکی ها بیدم تازی چیک چیکی خب بابا چیک چیکی میفهمی چیه؟ نه نمیفهم این تو مثل آینه مثل ساعت مثل چیز بروی دل عزیز من فهمیدم نگینای رو بگی ها کی؟ نگینایو ها نگینایو خوبه تو برو نستکت برو فهمیدی سعی کوه تو چرا مثل مرغ بری گرده سعی کو به تو چی میگم همین تو کلافتی 10 سال بابا قوستدین 10 سال بابا قوستدین سگ دارمش سگی را میریشه از این بر برو شکا میکنی گیر لگ بله اوسته بزنی همینجا باشه غلام یا باشه اگه میلیگم بابا چشو تا پناه خریده از داری پداره 500 شیر وادر تو گیر لگ واقعا پیار خربتی داری که از داری پا تو دا و که پیار خواهر چی بگو پول بده که برو برزبات خوزن چی رخ بخرو 1 روپیه نبده با خود به پول نبده که بخور رخ بخرو چی جا برسه که مثلا اگه گفت بگو باز پول بده که برو برزبات خور رخ بخرو به ایدیو بگو همین گیلک یاده بود اینه داره دو تا پیرن باید زرده چیکار کنه از این که پیار به پول نداد که رخ بخرو برزبات خو یکی به تا پلاستیک بسخورو یکی دیگر به دلجه میبرو اگه یک دم گیلک مثلا جلو برم چختات بگو من برم تو کار نشتو با تا پلاستیک ادو طور بگنیشتو خودی را اگه بردارو زرد که است که واقع سفید تاره امی سرخ غلط هایده این سبز باشه بره ارزو داره کوی بیا فیلا خدای پاک برسانی هم یک پیران چیک چیکی جان انال زد قراره که دی پیران با بید برخو کو که در جا تو گل شه این به کجا افتاده باشه؟ نه عباس انگیلا عباس چیه؟ چی به کیسام چی میپری تو؟ خب نخور کیساتو که نخوردم بخوردم کیساتو نخوردم چیک چیکی چیک چیه با؟ چیک لختات نسبت من تو از صبح نرفتی؟ چیک داخل خلیته بافتاده نوزاد تو کی؟ نوزاد تو بله سراره تو برای چیکی میپری؟ برای چیکی چی بوده؟ ها؟ چیکی چی بوده؟ این ساعت تونه نیه ایتا چیزا نیه شیشای نیه ایتا شیشای نیه که ایتا مثلا ایتا مثل ساعت ایتا برقک میزنه برو دیل پیرانا ایتا لوس که خیلی لوس که امو یخ کو و نگینا رختا نگینا و یخا تو که رخ بستونی تا خلیته بود نه؟ کی؟ رخ بستوندی تا خلیته بود خب بافتاده اشته بافتاده خلیتو نشه بابا من نشایم من نسوار میندازم نشایم تارتوق میگه از اونجا که بستونی برو شاید اونجا یاد طرفته باشه ها؟ برو طول گردن تو بند باشه ور ندیشتی به تارو نه مولا ما این چیکار کنیم بفتادی نمیدونی صدی کو بخیردی بابا نیه گردن من 100 پیکم 1000 شده برو
دستی گرفته است که تای لباس پیل سر را گذاشته الهی در بگیره زمانه کسی بم یار خوشیشت نتونه الهی خانه شیطون خراب شد یار باشه شامدی شنی جنجوره یار هستی پیدا کن جنجوره شکر چیگه پایه شامه گرری شکر شامه ها شاغلام ندیدی لیلی باشه به دست رختان نسبت ما باشه بلغیس شاغلام نه یا ندیدم آه آه اشته کنه من برفته بیدم بلد چیزان شاغلام هستی سی کردن دیدم نیه او خیریت بی کی؟ بگی چه کاره؟ کی؟ رختان نسبت من گم شده چطه گم شده؟ رختان نسبت من به دست شاغلام دادن شاغلام من ندیدم چی برو شاغلام سیر میگم من ندیدم برو گلک برو برکن بی طرفا بگرد برکن پیدا کن کی؟ تو شاغلام! شاغلام!